جای دیگه نمیتونم زندگی کنم، جای دیگه ای ندارم. من بلد نیستم برم یک جای دیگه. من تفریح کردم بلد نیستم. کار دیگه چطور؟ جان؟ کار دیگه چطور؟ نه هیچی. نه بیمه دارم، نه بازنشستگی دارم، نه ارث دارم، نه پولی از جایی برام. هیچ. من در همین سن 76 سالگی باید کار کنم. خیلی گفتیم خندیدیم توی مصاحبه. جوابشو میتونی بگی؟ آیا این را اصلا باید تو مصاحبه گفت؟ آیا اینا را اصلا باید گفت؟ ولی اونایی که الان گفتی رو میشه گفت. من 5 سال پیش این آپارتمان رو برای من یه خانومی بود که دفتر من کار میکرد، اون پولاد و خیلی جمع شدن و اینجا تونستن برای من بخرن و آخرش که کم آوردم فیلم و تلویزیون خرید. 130 تومن. حقوق یه گربه. شما فکر کن که من 30 تا فیلم ساختم در 50 سال. اینو به ماه تقسیمش کن. ببین میشه ماهی چقدر؟ خیلی تاوان داره شریف زندگی کردن. خیلی زیاد. خیلی. به دنبال همون چیزهایی که با ما بودن، حالا با کتاب ها هم، با مطالعاتت هم قاطی شدن. معرفت، انسان، دوستی، رفاقت، سفره. بعد اونجاییست که اینا تو میمونن، بقیه میرن. تو وایسادی تنها، هنوز داری میگی معرفت، خانواده، عشق. میبینی یه سری دارن رد میشن بهت میخوان. پس چرا دوباره پس چرا باز تکرار میکنی؟ جان؟ پس چرا باز تکرار میکنی؟ چون میدونم درسته. قرار نیست اونم من قضاوت کنه. کیه که بگه خانواده درست نیست؟ تجربه. تجربه میگه خانواده درسته. تجربه میگه وقتی 20 بار دسته رفیق رو گرفتی و نارفیقی کرد، دست رفیق بعدی رو نگیر. نه اینا جمله است بوتیکیه. این جمله باز این کار رو میکنی. اگه این کاره باشی باز این کار رو میکنی، باز عاشق میشی. هیچ وقت نمیتونی به خودت بگی عاشق نشو. میشی.